جوان شراب می نوشه، بعد به شراب می نوشه که کاملا مست است، مست و مغرور، غرق است در نشه. وقتی نماز تیر میشه، وقتی نماز میگذره، با هوش میایه که وقتی نماز گذشت، نماز خوانده شد، در مسجد خوانده شد، اما خدا همه را طلب میکنه. رحمت خدا، دروازه رحمت بروی همگان باز است. باز آیا، باز هر آنچه استی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگه ما درگه نامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز بیا الله قبول میکنه، میپذیره. اما این شرابی نامید نیست که دنم بوی میته، حالا به هوش آمدم از شراب، نه خیر، باید به سوی مسجد برام نماز بخوانم. خو نماز، حالا خو وقت نماز جماعت تمام شد، میره به دروازه عالم، به دروازه امام در میزنه، مولانا صاحب میبرایه، خیرت مولانا صاحب من نماز نخواندم، نماز با جماعت، شما مرا امامت بتین، برین مسجد، شما مرا امامت بتین که من نماز با جماعت بخوانم. نماز با جماعت نخواندم. سبحان الله. عالم آماده میشه، اینجا تحقیق علمی خود داره که آیا مفترض خلف متنفل نماز خوانده میتونه یا نمیتونه، یک تحقیق علمی خود داره. به هر لحاظ نظر برخی از علما این جواز میته. این عالم خوشحال میشه که یک شرابی آماده است که حالا برای در حضور پروردگارش سر به سجده بگذاره. مقتدی امرای امام به سوی مسجد حرکت میکنن، اما خبر نیستن که چی اتفاقی رخ میده، چی حادثه پیش میشه. داخل مسجد میشه، نماز شروع میشه، یک رکعت نماز خوانده میشه. وقتی مقتدی سر به سجده میگذاره، امام سری خدا بلند میکنه، اما مقتدی سری خدا بلند نمیکنه. حالا به سجده چسبیده هست، سرش بلند نمیشه. نماز تمام میشه، ولی تا تمام شدن نماز سرش بلند نشد. امام متوجه میشه که حالا مقتدی به سجده چسبیده هست، سرش را بلند نمیکنه، تکان میده، فلانی بلند شو. وقتی متوجه میشه که جهان باخت است، متوجه میشه که در حالی که سبحان ربی الاعلا، جان باخته، جان داده، در حال جان داده که به خدایش نزدیک است. اقرب ما یکون العبد من ربی و هو ساجد. انسان وقتی که به سجده میافته به الله نزدیک میشه، در حال جان میته که سر به سجده است، در حال جان میته که میگه سبحان ربی الاعلا. یبعث کل عبد علی ما مات علیه. انسان به هر حالتی که بمره به همون حالت حشر میشه و این شرابی در روز قیامت بلند میشه در حالی که میگه سبحان ربی الاعلا. الله میپذیرد. برادری عزیز، ندارم هیچ گونه توشه را بجز لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا نباید ناامید شویم، از این فرصت ها درست استفاده کنیم، عبادت و ریاضت بیشتر. شاید که این آخری رمضانمان باشه، شاید آخرین شبای قدرمان باشه، شاید شب قدر آینده بیاید که ما و شما در قبر باشیم، نه اینکه در دنیا. عالمی میفرماید شب قدر چرا شب قدر میگن؟ به خاطر ازی که انسانهای پیش پا افتاده، انسانهای گناهگار، انسانهای خطاکار، انسانهای بی ارزش به سبب عبادت یک شب قدر با قدر میشه، با عزت میشه، بنده معزز میشه، بنده مقرب الله میشه با یک شب عبادت، نه با 80 سال عبادت. لذا برادرای عزیز آمادگی داشته باشیم. بخیر انشاءالله فردا اعتکاف شروع میشه. دوستایی که اعتکاف میکنن در مساجدتان کوشش کنین که اعتکاف کنین.